باید همه هم صدا یک جا، تمام مردم افغانستان باید هم صدا شود که همسایه از ظلم بس است. دولت جمهوری اسلامی ایران ظلم بس است. داستان داوود و امثال داوود در روزها داره تکرار میشه. داستان‌هایی که پر از درد و غم و اندوه. طرف خودش افغانستان اومده، زن و بچه‌ش که در خانه‌اش مثلا تازه طفل شده، خانومش مریض، خانومش نابلد، تازه رفته 6 ماهی میشه، 1 سال میشه، شوهر اینجا سرپرست خانه، خانواده اونجا. از یک طرف اینجا سفارت ویزا نمیده، ویزا را قیمت کرده، سایت بسته کرده، ویزا نمیده. از یک طرف خانواده در اونجا. خب این آدم چیکار کنه در این شرایط؟ وقتی مثلا کسی رو شما بار میزنید یا از کشور خود خارج میکنید که میگید که برو با مدارک قانونی بیا، و چرا مدارک قانونی شما بسته کردید؟ چرا ویزا نمیدید مردم؟ فعلا فقط برای مجردین میدید که اونم مرد باشه بالای 20 و 21. این شرایط وضع میکنید با اون به سختی و به هزار مشکلات و با چقدر پولای انگفت. ویزایی که 100 یورویی بود شما رو به 160 یورو رساندید، ویزایی که 3 ماهه بود شما رو 1 ماهه کردید. نمیدونم کیه که صدای مظلوم این مهاجرین بشنوه که تا به کی ظلم، تا به کی قدر مظلومیت. اما ما میتونم که او سرمایه‌گذارایی که در ایران هستید، او کسانی که از برکت شما داره ایران خیلی مشکلات خود حل میکنه، بیاد سرمایه خود داخل افغانستان برید تا مردم ما از برکت سرمایه شما سر کار شه. و امارات اسلامی خواهش میکنیم با تجاران ما و سرمایه‌گذاران همکاری کنه که در کشور سرمایه‌گذاری شه و مردم از ظلم و بی‌عدالتی و رنج ان شاء الله خلاص شه. مهاجرینی که از اینجا رفته در جمهوری اسلامی ایران، تک تک آنچه که جمهوری اسلامی برای مهاجرین کرده همه توسط پول خود مهاجر بوده. اگر مهاجر اونجا نان خورده از زور بازوی خود خورده، اگر خانه گرفته از پولی که از افغانستان برده خانه گرفته اجاره کرده. و تمام زیرساخت‌ها، تمام ساختمان‌ها، تمام زیبایی‌هایی که شما در امروز در ایران می‌بینید 90% مهاجرین ساخته، 90% کارهای شاقه و سخت امروز مهاجرین انجام میده. اما این مهاجرین با بسیار بی‌حرمتی، با ظلم بیش از حد در اردوگاه‌ها، در مرزها و با پول‌های انگفتی که از اینها گرفته میشه، اصلا برخورد انسانی با اینها صورت نمیگیره. و کدام صدای و کیه که صدای مهاجرین رو بشنوه؟ من از امارات اسلامی خواهشمندم اگر سفارت‌ها و کنسولگری‌های افغانستان در ایران فعال، باید این موضوع رو پیگیری کنه. و موضوع بعدیشی، سفارت ایران وقتی در کابل یا در مزار یا در قندهار یا در هرات اگر ویزا نمیده، در خود بسته کنه، بره پشت کار خود. ما نمیخوایم این همسایه‌ای که برای ما مثلا ظلم کنه بالای ما و اینطور مثل یک چی میمونه که یک ظالمی پیدا شه. متاسفانه نمیخواستم رو بگم. مثلا در خانواده یک سر کلان زورگوی باشه، دیگه بچای خورده مثلا درست بگاره بزنه اولاد کنه، کسی کپ نزنه. حال ایران متاسفانه خود دولت ایران سر مردم همین تو کرده. هر رقم که میدنگونه هیچ کس نیک صدا بکنه که تو جناب چی خود نازی چی خود میزنی، چی خود به ما مفت داد. یک اکسیژن که ما گرفتیم رو خدا داده. اگر خاک میگی خاکم از خداه. اما اینکه تو امروز میگی کشور ما درست ها کشور توی، اما وقتی ما رو به کشور خود ما میفرستی اینطور بی احترامی، بی عزتی، ظلم. مثلا سرپرست خانواده اینجا، دیگه خانواده اونجا، از اصلا برو قانونی بیاد. خود چرا ویزا نمیدی؟ ببینید جامعه جهانی کجاست؟ وقتی داد میزنیم که ظلم بر فلسطین، ظلم بر غزه، خب این ظلم بید مردم داد بزنیم دیگه.